اهل زحمت ناحیه وش دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت را اوید استفاده ثمرانک آب و زمین و از هر قطعه آن گرفتن دو سه حاصل پیشه خود نموده از زمین‌های نزد حولگی و خوجگی‌های یوریاسوم که با آنها وابسته شده است پرثمر استفاده می‌برند. جامعه شهرک زرنیسار در ناحیه یکی از جامعه‌های کلانترین محسوب یافته ساکنان این دهات در کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی از قبیل پامیدور، بادرنگ، قلفینه، کارتوشکا و دیگر نوع زراعت‌های کشاورزی تجربه بایغانی داشته همه سالا اولین شده بازارهای داخل و بیرون کشور را با سبزیجات بروقتی تامین نموده بیشتر آن را به صادرات روانه می‌سازند. بنابر اطلاع مسئولین جامعه مذکور ساکنان دهات دارای 900 هکتار زمین کره آبی بوده هر قطعه آن را ثمرانک و عاقلانه استفاده می‌برند. بیشتر کشت سبزیجات بروقتی و دیگر نوع زراعت‌ها را برآورده در نتیجه محنت اهلانه حاصلی بلند به دست آورده نه تنها احتیاجات عائله بلکه در فراوانی بازار استعمالی کشور سهم ارزنده دارند. عائله ضعیفا دارای 15 سوتیک زمین نزد حولگی بوده در 6 گرمخانه موسمی کشت سبزیجات بروقتی پامیدور و بادرنگ و کبودی را برآورده عین حال نشونمای خوب داشته در هر یک گرمخانه هر یک نهال غرق حاصل بوده انتظاری آن دارند که حاصل خوب به دست بیارند. مورد ذکر است که خوجگیداران جماعت شهرک زرنیسار در ساحه قلفینه پروری تجربه بایغانی داشته همه سالا اولین شده بازارهای مملکت را با این نوع محصولات خوش‌طعم و لذیذ و از جهت اکولوژی تازه تامین می‌نمایند. عائله حق بوطیفا دارای 10 سوتیک زمین کره آبی بوده در 6 گرمخانه پرورش قلفینه را برآورده علاکه پاداش زحمت کشیده خویش را به دست آورده وارد بازارها نموده ایستادند. به گفت این دهقان پرتجربه همروزه از این گرمخانه تا 120 کیلوگرم قلفینه جمع‌آوری نموده به فروش میبرند. با مقصد افزون نمودن استحصال قلفینه دهقانان از نوع تخمی ترکی استفاده برده تجربه آنها نشان داد که این نوع با اقلیم این زمین ها مطابق بوده حاصل دلخوانیز میدهد. عین حال قلفینه استحصال نموده خوجگیداران این جماعت شهرک زرنیسار به جمهوری قرقیزستان ولایت سوخت و ناحیه های تابع جمهوری به فروش برآورده شده ایستاده است. ما یک سال دا مثال دو بار حاصل میگیریم یک بار پامیدور یک بار بادرنگ بعد از بادرنگ با ما گشنیج اوکراپ کوریده 3 بار حاصل میگیریم 6 تا گرمخانه داریم همش شبانه روزی کلنای بچهای کار میگیرن همه بچه‌ها در همه جای هیچ راستی نرفتن همینجا کار میکنن مهنت میکنن حاصل خوب میگیریم. انا زندگیمون پشت همه برده ایستیم همینجا یافته خورده ایستیم با زایدچه با بازار میبریم درآمد هم میگیریم و درآمد نقد میگیریم از 30-40 هزار زایده انا درآمد میگیریم میرسم با یک سال ذخیره میکنیم از مثل کرچکا میکاریم خلنفور تیزک میکاریم خلاصه که زمینه ثمرانه عاقلانه استفاده میبریم. تحلیل و مشاهده نشان داد که در جامعه مذکور ساکنان دهات هر قطعه زمین نزد حولگی و خوجگی‌های یوریاسان را موافق مطلب استفاده برده پیوسته کوشش نموده ایستادند که از زراعت‌های کشت کرده شدهشان حاصل دلخواه به دست بیارند. عین حال در جامعه مذکور جمع‌آوری بادرنگ قلفینه با مرام ادامه داشته نه تنها برای احتیاجات عائله خویش بلکه بیشتری آن را به فروش و صادرات روانه نموده از حساب درآمدی به دست آورده سطح اقتصادی زندگی خویش را بلند می‌بردارند. همه این دستاوردها از تنظیم آرامی کشور و رو به زمین آوردن اهل زحمت دلالت می‌دهد. چون که شما از نمارها می‌بینید در 6 گرمخانه موسمی کشت و پرورش پامیدور و بادرنگ را برآورده علاکه پاداش زحمت کشیده خویش را به دست آورده و جمع‌آوری آن شروع نمودند. با مقصد زیاد نمودن استحصال بادرنگ از نوع تخمی تیکو استفاده برده زیرا تجربه دهقانان نشان داد که این نوع تخمی با اقلیم این زمین‌ها خیلی خاص بوده حاصل فراوان می‌دهد. این از آن شهادت می‌دهد که ساکنان این محل هر یک از زمین و ثمرانه عاقلانه استفاده برده تا اینکه از یک زمین 2-3 حاصل به دست آورده نه تنها احتیاج عائله خویش بلکه بیشتری آن را با بازار به فروش برآورده درآمد صاف به دست آورده از این حساب سطح زندگی عائله خویش را بلند بردارند. قلمرو نیازی غیور شوی مردان برای برنامه اخبار از ناحیه بخش.